سروازیر پاکستان عمران خان روز 18 سپتامبر در صحیفه‌اش در توییتر نوشت بعد ملاقات با رهبران دولت‌های همسایه افغانستان در دوشنبه و بخصوص بعد بحث‌های طولانی با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، من علاقه گفتگو را با طالبان در مسئله تأسیس حکومت فراگیر در افغانستان با اشتراک تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها شروع کردم. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان شام 17 سپتامبر در مذاکرات با سروازیر پاکستان عمران خان توانست عمران خان را به برگزاری مذاکرات بین طالبان و تاجیکان افغانستان در شهر دوشنبه و در حکومت آینده افغانستان جایگاه شایسته پیدا کردن تاجیکان و دیگر قومیت‌های ساکنان این کشور متقاعد کند. این دستاورد در صورت جامعه عمل پوشیدنش البته به نیروهای جبهه مقاومت در دره پنجشیر امیدهای قوی میبخشد. از طرف دیگر تاجیکستان در سطح بین المللی همچون حامی منفعت‌های تاجیکان افغانستان نیز پذیرفته شد.